11.5 سال 4 کودک دارم. نموجد خیلی کار долго کده نتونم. من در وزبی نیست. نموجد من 1 سالی خیلی بتونم کار کده. دست 1 4 موجد 1 سال بتونم. موجد 2 سال بتونم. نو من 11.5 سال نمیدونم. این مهاجرزن تاجیک چند ماه می شود برای 4 فرزند خردسالش هم پدر شده است و هم مادر. در 4 کار زحمت می کشد تا اینکه به گفته او برای ثابت کردن بیگناهی شوهرش مبلغ وکیل مدافع کیرانموده را پرداخت کند و هم فرزندانش از چیزی کم نباشند. سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به نشر نوبتی برنامه روزگار مهاجر. سومن سفر و مهاجرزنی که امروز درباره‌اش صحبت میکنیم 12 سال باز در روسیه کار و زندگی دارد. میگوید از پدر بر وقت یتیم مانده و هرگز از کاری وزنی نمی‌هراسید. همگی 18 ساله بود که به روسیه رفت و خود همون سال ازدواج کرد. اویلا داشتیم دامجه یکم فرزندمون уже من 19 سالگیم وایشت تولد شد رفتیم تاجیکستان. با مونده آمدم خیلی یکم فرزند مادرم ده موندیم. بعد دویم سوم چهارم در خشتمان مونده آمدیم. وقتی که هم چهارمش تولد شد ماندگی نیستیم. مگه چهارمش تولد شد 10 ماه شده همه کسی همراه شوهرم همه مون آمدیم. نه کرانتین بود شده بود. آمدیم اوجه خونه من تمام شده بود. پولنی ساختگی بودیم. خونه من بود و کار ساز نبوده تاجیکستان که ما کار کنیم داشتیم. آمدیم کودکام وقتی همچه خیلی عذاب کشیدیم. یکم سال بعد 4 کودک در کوارتیره ها در قیمترش زندگی با ابراد نرفتیم. 1 سال استادیم 1 سال و چند ماه رفتیم. و در تاجیکستان با 5-6 ماه دیگه استادن که با خیلی شد. اما چند که جمع کرده بودیم یا با استرویکا کار کردشون با خیلی شد. آمدیم مخدم های اوگوستی 2023 آمدم. سنتیابر روژه کودکام مخدم به افطوبز آمدگیم و بلیت قیمت به افطوبز آمدم. شما چه استرویکا آمد 1 ماه استرویکا کار کرد. بعد همی زواد آمدیم با ابرادنا با کودکام یا من پس و چم گرفته آمد به افطوبز و یا نتونستیم دیگه به کودکام ایستاده کار کردیم. همش ساز بود. خیلی بچه خوبش ده همینجا قطعی کار میکرد. بسیار خشتوارشون همینجا کار میکنن. ایم خراسان همش خشتوارای شوم همسایه ها همش بین 1 سال چند گذشت کوارتیره سنوان میکردیم. زندگی مونده میرسید. اویلکوی هر دومون کودکام مکتب میخونه دیگه میروند. اما زندگی آرامانه سومن بهار سال گذشته به هم خورد. دقیقاً در زمانی که مناسبت نسبت مهاجران در روسیه بدتر شده و بازداشت‌ها بعد حمله به تالار کراکوس بیش از پیش اوج گرفتند. در برابر شدت گرفتن برخورد در قبال مهاجران تاجیک، شماری از آنها با جرم مربوط به مواد مخدر دستگیر شدند. شوهر سومن سفرور را نیز ماه با همین اتهام بازداشت کردند. خود سومن میگوید پسرخاله شوهرش در روسیه با چنین عیبنامه در زندان ادای جزا میکرد و رحمدلی شوهرش باعث آن شد که پای او نیز به این جرم کشیده گردد. شون بچه نغز بود. دلسوزی خیلی رحمدلی. وقتی بچه خالش همی دروی زواد قپیدن بردن محکم کردن شد برای مواد مخدر. بعد دلشون میسوخت. من نمیخواستم که هوایشون قطعی هوای پروست даже если بچه خالش گپ زدن هوای من نمیخواستم که هوای قطعی هوای پروست گپ زدن. گپ زدن شد даже نمیخواستم. قطعی هوای شیشته چای خوردن نمیخواستم که قطعی هوای نشه چای نخی یکی هنگی هوای نشه. پس تهیان نشوی من پروتش بود که همی کاری حرامه همی راهی بده. میگفت بچه خالش که تو 2 کودک داری فکری کودکا تکرار نک همی کارا نخواهی کارشیدگی شد کرد. وقتی که بردنش درون وقتی که زنگ میزنه یگان کس تلفنش نمیبرداشت. یگان کس در روی زواد تلفنش نمیبرداشت. شیما میبرداشت. برای که من نمیماندم. میگفت چی میگوی و من بچه خالم و قطعی کلان شدگی و من ده جا کلان شدگی قطعی جنگ میخورد گرم میزد قطعی ولی واسنام مقصدی من همیه ده که برنگی خر بگیم 12 سال کار کردگیم مهنتی حلال کردگیم با 4 کودک. من حیات کودکم ماتا 4 کودک من پلی حرام خوردگی نیستم.
با این همه سومن سفر و شب بازداشت شوهر و به شوبه میلیسا بردن خودش را با دهشت یاد میکند. و یا ساعت 5 وقتی که بچه خالش التماس میکنه که پیش نیم در فیرما ببرو یک دخترکای وقتش دائما قرض داره هوای پول میاره ترمته هوای تمارا پیریدش که وقتی که اول شما میگه که نمونده کارت پارتویا وای میگه که آخه وای کارت پارتوفتا نمیتونه او دخترک روسا اینم پیش زواد دهن در زواد میاد میگه بگه دستش تمام بدرو شما پروپس میگیره اینجا پروستاتاک بیرون برمونده نمیشه وای زواد پروپس میگیره پروپس که 10 مینوته ای 5 تا 5 10 ای 5 میبروه وقتی که ویدیو ویز قطعی بچه خالش گپ زده میبروه که وای باید دختره ببینه بشناسه که کیه ویدیو ویز گپ زده نمی 10 متر پیش زاودوس میره جایی که کامera نیست جایی که ایمنم جور کامera نمیتوه با میگه که یا دختره که کودکسر خیبه شیما میگه هست یا کودکسر ناقتیش یا مردک میگه که مایل میگه برای همون قتیش مردک هموش از نه برای هم پول میتن شیما در پیش هم و میرسه تنخی ویدیو ویز بچه خلاش گپ زده این اوریک میگه رسیدی در پیشون یا کامera پس دیگران که اینشون میته کامera پس میگه اونم جدیدی درخته میگه وقتی هم درخته میگه یا پرچتکای سوزه هوای میگه بچلی که نشون بده این میگه تو چی گفته استی تو مرا گفتی پول میگیری ابراد نشیما بعد یا میگه پش میگرده میگه اون مردک پسش میزنش دستاشو محکم میکنه اما پرچتکایی که ایشوی ما نمیبینه کی وای کیسش میزنن پرچتکا دستاشو محکم میکنن او پرچتکا در روی ماشین میتقن در کیسش در کجا میتقن میبرن دل اول فریبش میکنن میگن که تو امضا که ما میدونیم ما دیدیم که تو در بچه خالت زنگ زد تو نمیدونستی چی را تو پروست پاکزنی میتی که دیستویت نتی چی را نمیدونستی و بچه خالته شوی به عقل ما پاکزنی میته امضا میکنه و نمیخونه نمیدونه کی و دیستویت نپسته و بده که ایسو بی و بچه خالش سروکش کم میشه وقتی که آدم یک کسی میگیری ازدواج میکنی و یا تلفنش یگان یا رفیقش که نمیبرداره وقتی تلفنه و یگان آدمایی که کاراش میکرد کاراش پیش میبرد نمیبرداره بعد شوی مرا میزنگ میزنه این شوی مرا ساده میوه پسته وید میکنه که سالی خودش کم شوه. به همین منوال در سودی اولیه در ماه نوامبر سال گذشته شوهر سومن سفر را به 11.5 سال زندان محکوم نمودند. حکمی را که همسرش ناعادلانه میخواند و میگوید نادانی شوهرش سبب شد که به او جرم وزنین را بار کردند. گذشته از این در جریان محاکمه خلاف بعضی معیارهای کودکس جنایی روسیه عمل شده است. رادیو آزادی نسخه حکم دادگاه را که واقعا در آن عمل خلاف قانون جای دارد به دست آورده است ولی برای خلل نرسانیدن به رفت بازبینی پرونده از نشر آن خودداری میکنه. میارنش کامنته که از دیوالکای لباس میپوشه پال نمیکنن یگان چی نمیوان تلفنش ایخونمون میآین 5 نفر میدروین داد میزنن میگم چیکو کردی شما چی میگه که گده همون مواد مخدر چی خیلی میگم پال نخونمون تحرک کردن تمام کودکان ایخو بیدار کردن کودکان تلخ کف شدن بپوشن همتون ملیسا خانه میبریم گفتن پوشیدیم لباسم با گفتن ما اتوبوس نداریم شما را بریم کودکات نمیبریم خطه میبریم تمام کودکای مرا 10 ساعت دوش تو ایست کردن 11 شد قریب 12 کار کرد و 10 اینجا آمدن به خانه‌مون کوارتیرمون رفتن یگان چی نیفتن ناپروست مرا برای ترساندن و گرجت کردن نشون گرفته بردن مرا یگان چی نپرسیدن در خانه چه محکم کردن در خانه بیرنگی شما زدن عذابای دادن من همش شنیدستم همش فهمیدستم امضا من میگه شو میگه آخه من نکردم این کارو این چیه که من امضا میمونم خطیه به تمبو خانم میگه خواندنش نمیمونن امضا من میگه که هازی زن تم رنگ خودت میکنیم 4 کودک در میدان میمونن شوی مالیش مرا جواب بتاش لیش بیشتر به 4 کودک من تام تو قد خونه نترسه کاغذا را امضا میکنم شرم به درواش زدگی به شما من دیدم عذاب دادنش مجبور کردن دستش پیستالت موندن مرا برای ما گرجت کردن برای کودکش امضا کرده و اونجا نوشته که ما как будто همه چیزا را هم خیلی نارکوتیکا میفروشم همه مواد مخدر تیپا میفروشم هم خیلی کارا زنیمت میکنم گفته همین خیلی نوشته گفته و امضا میمونه مرا ساعت 3 شب جواب میتونم به یگان و باید ما یگان امضا میگفتن یگان پاکزن یگان چی نگرفته ساعت 3 شب جواب میتونم میبرم بارون اخنکای بای عذاب خیلی تاکسی میام خانه کودکام ترسیدگیش اگه لرزیدستن 4 ساعت فقط کودکای من در خانه ترسیدن خیلی لرزیده من رشد دیگه
به قول سومن سفر و مفتشان حتی خصلتنامه را که جای کاری آنها به جانبداری شوهرش پیشنهاد کرده بود به این نوبت نگرفته است. زن و شوهر در این کارخانه بیش از 10 سال فعالیت دارند. ای جای کار خاراکتریستیکا داره، کارگراش رفته свидетель додагиян ки хеле одам нест, и ами қасол кор кардага и кора намекард. Шӯи ма апа инами хамегу барои як рӯзи кори мо иҷара 2,5 як рӯзи кори минус нашава гуфта дабари почаш я намуд зардову я намуд яра буромадаги буд каҷала рам мекард, омада кор мекард ки 2,000 минус нашава. барои пули ҳалол кор мекард. якм мақсади ман нестае ки таъриф кунӣ, худованд медона, худои тори сармон медона ки чӣ корае, не ки ма тамоми зоти одами рӯи дунёда шума бовардонам ки вай и кора ҳаёт каданиам набуд, да мақсадшам набуд, да мислшам и кадагӣ набуд. вай и кори ҳаром намекуна, гудакоша пули ҳаром намехӯна. единственный бисёртаре ки ман месӯзам апа, ман ай кор наметарсам. ҳозир ман дар 3 ҷо кор мекунам, даже ҳисоб кунем дар 4 ҷо. ман аз соати 8 меам дар столовый обед метем то соати 3. ай 3 нами сех меам дар мепаронам то соати 8. ай 8 мебарам офиса уборка мекунам. ами директори завод худаш ранги типа ёрда мара чанд коре ки ами уборкаи офиса мара дод ки мисол уборщицаки камҷо шуда бити дар ранги подработка шавад. ман дар 3 ҷо кор мекунам. бо рӯзо якшанбе апа мерам ай футсити мевагӣ меёрам мардуми ами химондан дурунда тоҷикои химонан мевагӣ свежи ягон сум на болош мемонам мефурӯшам. ман ай коро ягон чи нолай ҳамаша мекунам. ягон чи мара намесӯзона чени вае ки вақти шуйма бегуноҳ давуд рум бишина бе ягон гуноҳ апа, бе гуноҳе ки ай дилсӯзиша, ай раҳмдилиша, ай бачаи холаш да дилсӯзиша и давуд рум бишина. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. بازداشت‌های زیادی مهاجران در رابطه با مواد مخدر تا اندازه باعث سیاه نمودن نام آنها در روسیه گردیده است. طبق گزارش‌ها از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در محبس‌های این کشور ادای جزا می‌کنند، تخمیناً 4/1 برای جنایت‌های مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر زندانی شده‌اند. تنها در نیمه اول سال 2024 در روسیه 502 شهروند تاجیکستان با گمان دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت گردیدند. در این باره سال گذشته رهبری اگنتی مبارزه با مواد نشأه‌دار تاجیکستان در نشست خبریش اطلاع داده بود. ضمناً ما در یکی از برنامه‌های گذشته روزگار مهاجر با نفری که 5 سال حیاتش را با همین اتهام پشت پنجره زندان گذرانده بود صحبت مفصل داشتیم. کیسه‌های هم مرا گفتند در درون جای طرفخانه و مواد مخدری که همو شناسمون همو رفیقمون داشت برای همو چیزی استعمال خودش همو را ای کیسه من یافتند و مرا مقصد حبس کردن و بسیار محکم کردن. چگونه شد که در کیسه شما پیدا شد مواد مخدری دوستتان؟ این در روز دیگه همو برادرمون که بود همو وقت راستی نگفته بود که چه خیل شد. وقتی که ما در زندان افتادم حتی همون کس با تلفن حرف زدیم گپ زدیم گفتم چه خیل شد و گفت ما راست گپ تو که میگم خیلی کارا نمیکردی مقصد استعمال نمیکردی مواد مخدر من حس میکنم که میگه قفای ما همین مقصد کارگرای حزب حقوقان ترسیدن در کیسه تو دختم همین مقصد که مقصد یکی بیاین مرا خفن کنن نمیخفن که خیلی خیشی خیلی و همین راه مقصد 5 سال و 6 ماه مرا زندانی کردن. یعنی شما اثبات کردن نتونستید که مثلا شما مواد مخدر استعمال نمیکنید و این مال شما نیست؟
ما ادوکات داشتم راستی ادوکات داشتم آمدن آنالیزوما گرفتن ما یک نیم ماه پیش توجیکستان آمده بودم تمام نمود مقصد ای خفومون جستجو کردن یگم چی نیافتن یگم گناه ما را نیافتن و ای سببی که همو توجیکی که قطیما همراه بود همو توجیک مقصد ای دست دادن و گرفته رفته به توجیکستان در اون حالت ما را گفتن ادرسش میدونی من نمیدونستم حقیقتا ادرسی بودم گفتم نمیدونم ایمیسا گفتن یعنی همون ستاتیای 51 همون ستاتیا را میگیری مقصد تیپ همه چی را با کلا میگیری مقصد زندانم کردن دا بگیم دا ما گناه نداشتم چون میدونستم سودیان میدونستم چیزا حامیان حقوق مهاجران هم تاکید بر آن میکنند که در عموم مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه بیشتر از همه برای دست داشتن در گردش مواد مخدر از آزادی محروم میگردند. اگر برخی برای آسان به دست آوردن پول به این کار مشغول شدند، گروه دیگر به دام فریب افتیدند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در این باره به رادیو آزادی به طور کتبی چنین ابراز نظر کرد. واقعا حالت‌های هست که مهاجران دیده و دانسته در این کار همراه می‌شوند، اما باز موردهای جای دارند که آنها ناآگاهانه در این کار جلب می‌گردند. مثلا کوریرهایی که طریق یاندکس، اویتو و اوبر فرمایش می‌گیرند و نافهمیده بارهای محکم بوده را به این یا آن نفر می‌رسانند. و یا پرونده های هستند که کاملا ساخته شده می باشند، یعنی خلطچه ها را با خاکه سفید به جیب مهاجران می پرتایند و یا مجبور می کنند ناخوانده به سند اعترافی پهن کردن مواد مخدر امضا گذارند. در تقویت گفته های والنتینا چوپیک، مهاجران توجیکی که در روسیه چون کوریر یا بربر کار میکنند از چندین حالت جلوگیری نمودند که آنها را میخواستند ناآگاهانه همچون انتقال دهنده مواد مخدر استفاده کنند. برای مثال یکی از آنها که با چنین حالت روبرو شده است در نوار میگوید باید اول بسته های فرمایشی را تفتیش کرده بعداً از یک جا به جای دیگر برد. کسی که در روسیه کوریر کار میکنه заказа проверка کنه برادرو با заказа بگیره باید من заказа باید برام بدم در دوری این احتیاجه برادرو در دوری заказ مواد مخدره اینا ما اجازه دارم کارگرای مقامات حفظ حقوق روسیه را. تاکنون تعدادی از مهاجران محکوم شده در مطبوعات روسی از ناعادلانه بررسی کردن قضیه در دادگاه و بار شدن گناه شکایت کردند. اکثر آنها میگویند تنها در صورت داشتن امکانیت مالی میتوانند از روی وکیل خوب دفاع برای برقرار گردیدن عدالت تلاش نمایند. و مثل سومن سفرова که بعد بازداشت و اعلان حکم شوهرش تمام کوشش‌هایش را برای به گفته او اثبات بیگناهیش به خرج می‌دهد و از جمله به عنوان پرزیدنت توجیکستان مکتوب فرستاده و 2 مرتبه به سفارت هم مراجعت کرده است. همچنین وکیل مدافع نو را کرا نموده است. خداوند رزق همه را می‌دهد، خداوند مرا می‌دهد. просто обидно که بیگناه وقتی در اونجا میشی. من در جناب عالیخمان پیسمان هستم که ما در این حالت ما را هیچ دستگیری نکرده است. دستگیری به کدام مقصد؟ من یگان کس پول یگان چی نمیخوام. دستگیری که راهش نشان بدن که چیکار کنیم و چه دکازات کنیم که действительно بیگناه چه دکازات کنیم. участковой اومد که شما در پرزیدنتون پیسمان هستین یک بار دیگه نقل که من پولی نقل کردم پاکازن گرفت رفت نمیدونم و یگان کار میشه نمیشه داشی. به گفته سومن سفر و آنها همراه وکیل دفاع از بالای حکم دادگاهی شوهرش شکایت بردند. قرار است محاکمه نو هفته آینده برگزار شود. این مهاجرزن توجیک به بیکار گردیدن حکم پیشین دادگاه امیدوار می باشد. رادیو آزادی با حقوقشناسان شورای جمعیتی نزد سفارت توجیکستان در مسکو این قضیه را در میان گذاشت و آنها وعده دادند که با پرونده شناس و رسیدگی میکنند. ما باشیم نتیجه مرافعه را پیگیری خواهیم کرد. و دوستان عزیز، با امید تنصیحاتی هر یکی شما و رفع مشکلات برنامه را با این مصرع‌ها به پایان میبرم. اگرچه در دلت سوز و غبار است، اگر روزت مثال شام تار است، اگرچه آب چشمت شش قطار است، مشو غمگین، خدا حاجت برار است. اگر عمرت گذشت اندر غریبی، ز خرسندی عالم بی نصیبی، اگر بیمار و محتاجی طبیبی، مشو غمگین،
خدا حاجت برار است. اگر گشتی جدا از دلبر خود و یا دادی ز دستت مادر خود و یا زندانی دیدی شوهر خود، مشو غمگین، خدا حاجت برار است.